در زمینه‌هایی که تخصص ندارید چگونه عمل می‌کنید؟ معمولا ما از گروه متخصصین استفاده می‌کنیم. اطمینانش بسیار بالاتره. مدیرانی که یک باره میان در رأس ساختارهای نظام قرار میگیرن چون ساختارها رو نمیشناسن نمیتونن موفق بشن. فکر میکنن با دستور و بخشنامه میشه کشور رو اداره کرد. جناب آقای علی آبادی. جناب آقای علی آبادی موفق، مدیر، مدبر و کاربلد در شهرداری. حالا در قسمت ورزشش رو اجازه بدید بعد از دوران ورزش بگیم چون اینجوری تشبث میشه. آقای اما اگر نتونه در سرپا امتیاز بگیره در این 12 ثانیه متاسفانه سوریان مغلوب خواهد شد. الان 9 ثانیه 8 ثانیه از وقت باقی مونده و میشینه برای کمرگیری. وقت به اتمام میرسه متاسفانه و این شکست تلخ برای سوریان، برای کشتی ما و در عین ناباوری حمید سوریان بعد از 3 سال پیروزی در مسابقات جهانی حالا در مقابل یک کشتیگیر روس به نام نظیر مانکیوف مغلوب میشه و داور وسط دست نظیر مانکیوف رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. دیگه کشتی رو تایم اول به چه شکل شد و تایم دوم هم خب یه خواب شدش. از مراد برتر نمیدن نظر کشتی و تکنیک، از نظر توان فکری و روحی برتری داشت. سلام، خسته نباشی. مرسی. چی شد آقا رضا؟ بدن که؟ حالت استارت میکشه وزنه رو، یک مقدار در بلند شدن دچار مشکل هست و وزنه یک مقدار جلو بود. اصلا مواجه شد یک آخر شد در بین 7 نفر. حدود نزدیک 80 کشور مدال گرفتند که ما به طور مشترک با چندین و چند کشور در رتبه 71 هستیم که افغانستان و لاتویا و مراکش و تاجیکستان و توگو و ونزوئلا در این بین هستند. در حوزه ورزش من فکر میکنم این 2 سال و نیم 2 سال و 10 ماه به اندازه 10 سال در میادین جهانی ورزشکار ما مدال های رنگی آورده. اما اینو قبول دارید که بهترین متر واسه سنجش عیار یک ورزش کشور المپیکه. این تردید وجود ما بیاد 3 سال بعد بریم تو مسابقات آسیایی ان تا طلا بگیریم، بریم مسابقات جهانی این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، اما واقعا بهترین اونجایی که عیار ورزش کشور مشخص میشه رقابت المپیکی که ما تو این متری که در واقع برای ما اندازه‌گیری شد نمونه قبولی نگرفتیم. اصلا بلا تشریح من عرض میکنم جوری که دهن‌ها بسته است، یعنی کسی نمیتونه، دنیا میبینه ورزشا رو، اونی که موفقه، اونی که ناموفقه. مثل حالا عرض میکنم بلا تشبیه، خدا نکرده چیزی مثل محشره، مثل اونجایی که از آدم حساب کتاب باید آخرت پس بدیم دیگه، با حرف و حراف یا همه چیز همه چیز مشخص. موفقیت ها چشمگیر و روزافزونه. وقتی من با دستاندرکاران ورزش، مربیان اینا صحبت میکردم میگفتن آقا شما امکانات بدید، ما برنامه 20 ساله، اما تو 2 سال دیدیم محقق شد. بعد از گزارش دیروز درباره علل ناکامی تیم‌های ایرانی در المپیک 2008 پکن، امروز تعدادی از نمایندگان در این باره اظهار نظر کردند. نماینده آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه برخی رتبه 51 المپیک را خوب می‌دانند گفت پس به نظر شما چه رتبه‌ای بد است؟
این 2 سال و نیم، 2 سال و 10 ماه به اندازه 10 سال در میادین جهانی ورزشکار ما مدال‌های رنگی آورد. موفقیت‌ها چشمگیر روزافزونه.